توی این ویدیو به یکی از مهمترین بخش‌های سئو می‌پردازیم. چطور آلت بنویسیم یا همون نوشتن متن جایگزین تصاویری که استفاده می‌کنیم. اول اینکه اصلا چرا باید آلت بنویسیم؟ موتورهای جستجو مثل گوگل نمیتونن تصویر رو درک کنن و باید از طریق آلت معنی تصویر رو بفهمن. تصویر یکی از مهمترین بخشایی که منجر به پیشرفت ما و گرفتن رتبه‌های بهتر از گوگل میشه. برای اینکه یک آلت عالی بنویسیم، چند تا نکته طلایی است که بهتره بهشون عمل کنیم. فکر کنید که شما دارید یک تصویر از داخل یک کارخونه یا یک تصویر از یک حیوان خانگی را به حالتی بامزه برای یک فرد نابینا تعریف می‌کنید. همونقدر که کلیات مهمه، به جزئیات ریز هم باید تا حد زیادی توجه بشه. یعنی چی؟ بریم یه مثال ساده بزنیم. وقتی تصویر ما یک گربه رو در حالی که روی دسته مبل خوابیده نشون میده، گفتن این که تصویری از یک گربه بر روی مبل کافی نیست و باید متنی مثل گربه خاکستری در حالت خوابیده بر روی دسته یک مبل سبز رنگ بنویسیم که بسیار مناسب‌تره. اینطوری هم کلی نگری و هم جزئی نگری رو به اندازه کافی رعایت کرد. مورد مهم دیگه توی نوشتن آلت توجه کافی به نکات دستوری و علامه نگارشی. گوگل و موتورهای جستجوی دیگه به طور کلی به نگارش متن اهمیت زیادی میدن و توی آلت نوشتن این اهمیت دوچندانه. و مهمترین نکته استفاده و اشاره مستقیم به کلمه کلیدی اصلیه. هدف آلت نوشتن ایجاد ارتباط اون تصویر یا تصاویر به کلیدواژه اصلی همون صفحه است. پس باید به صورت مناسب و هوشمندانه کلمه کلیدی اصلی رو در متن آلت تصویر مربوطه قرار بدیم. همچنین این نکته قابل توجهه که باید حتما ارتباط و سازگاری تصاویر با کلمه کلید اصلی و اون صفحه وب مشخص و طبیعی باشه. به طور کلی آلت نوشتن بخش بسیار مهمی از سئو به شمار میره. با تمرین زیاد و توصیف چندین عکس با موضوعات مختلف میتونیم به این بخش از سئو تسلط کافی پیدا کنیم.